We love you. Israelis we love you. اسم من پیمانه. تو اسرائیل میگن یوسی. من اینجا 25 سال زندگی میکنم تقریبا. وقتی که خمینی اومد رفت بالا ما فرار کردیم. خیلی حیف شد چون که ایران میتونست یه مملکت خیلی خوبی باشه برای هممون و انشالله که درست بشه، دموکراتیه بشه که همه بتونن بیان ایران، هم آمریکایی‌ها هم لندنیا. انشالله که سلام بشه بینمون. دست شما درد نکنه. ما خیلی ایرانی‌ها را دوست داریم. ما می‌خوایم باید بیاییم اونجا مسافر باشیم اونجا. شما هم که بدونیم بیاین اینجا با هم دوستی باشیم مثل اون وقت. خب خداحافظ. خدا بایدونه. خداحافظ فعلا.